بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث هفته گذشته‌مان در رابطه با نماز بود. گفتیم که 4 سوال مهم در رابطه با نماز مطرح است و هدفم این بود که این سوالات رو در جمع نوجوانهایی که در سن تکلیف هستند و همچنین برای جوانها مطرح بکنیم و پاسخ مستدل و منطقی هم به اونها بدیم تا اونها عاشق نماز بشن. عاشق نماز بشن که اگر عاشق بشن دیگه نماز رو ترک نمی کنن. سوال اول این بود که نماز صحیح چه نمازیه؟ یا به تعبیر دیگر چه کار کنیم که یک نماز صحیح بخونیم؟ خب دیگه یک سری مقدمات قبل از شروع نماز باید انجام بدیم. یک سری کارها رو در حال نماز واجب است انجام بدیم. یک سری کارها هم واجب است که در حال نماز انجام ندیم. به تعبیر دیگر یک سری بایدها و نبایدها است که باید انجام بدیم تا این نماز ما بشه صحیح. اما بالاتر از صحت گفتیم بحث قبولی نمازه. چه کار کنیم که نمازمون قبول بشه؟ خیلی حرفه. صحت نماز اسقاط تکلیفه، یعنی ذمه شما بری میشه. اما این نماز میخواد معراج مؤمن بشه، ما رو به قرب پروردگار برساند. این باید قبول بشه تا به قرب برسیم. اگر نماز میخواد معراج المؤمن بشه باید قبول باشه. تنها عن الفحشاء و منکر بشه اول باید قبول بشه. خب چیکار کنیم که نمازمون قبول بشه؟ جلسه گذشته این روایتی از امام صادق براتون خوندم. فرمود ان العبد لیرفع له من صلاته نصفها. یه عده نمازخونا نصف نمازشون میره بالا، نصف دیگر بالا نمیره. باز میفهمد او ثلثها، یه عده 1/3 نمازشون میره بالا. ربعها، یه عده ربع 1/4 نمازشون میره بالا. خمسها، یه عده 1/5 میره بالا. خیلی هیچ میاد پایین میاد. نصف، 1/3، 1/4، 1. بعد امام فرمود و ما یرفعه له الا ما اقبل علیه به قلبه. میگه هر اندازه که نمازگزار حضور قلب داشته باشه تا همون اندازه نمازش میره بالا. نقل است که میگن معاویه هر وقت چیزی رو گم میکرد گفت و یادم بیاد 2 رکعت نماز بخونم. نماز بخون گم شده شو پیدا میکرد. یعنی گاهی وقت ما هم اینجوریم، یعنی به همه چی توجه داریم جز نماز. مردم این که اصلا حضور قلب نداریم. دقت فرمودید؟ یعنی گاهی وقت گم شده خودمون رو کجا پیدا میکنیم؟ تو نماز پیدا. میگه یادم اومد قبل از اذان که هر چی گشتم شماره تلفن فلانی یادم نمیاد. الان یادم اومد فلان متاعی رو گم کردم، یادم اومد فلان جا گذاشتم دیروز. کی وعده دادم؟ چی وعده دادم؟ از الله اکبر خیال میره همه جا جز نماز. به این مداک قشنگ داد و ما یرفع له الا ما اقبل علیه به قلبه. هر اندازه که نماز تو قلبت باشه به همون اندازه هم بالا میده. جلسه گذشته
برخی از عوامل قبولی نماز رو عرض کردیم. یکی رعایت قوانین الهی بود، بله، مثل تقوا. تقوا جز قوانین الهی دیگه. و انما یتقبل الله من المتقین. انما یتقبل الله، خدا قبول میکنه. چی رو قبول میکنه؟ هر چی. یعنی هر عمل خوب رو از هر کس. خب عمل بد رو انما یتقبل الله، خدا فقط عمل خوب رو قبول میکنه. منتهای مراتب عزیزان، این عمل خوب رو از هر کس قبول نمیکنه. انما حسره انما یتقبل الله من المتقین. درست شد؟ تقوا یعنی چی؟ یعنی رعایت قوانین الهی. بر اساس این نمازم عمل صالح است. کی نماز من قبول میشه؟ زمانی که من قوانین الهی رو رعایت بکنم. که یک. دوم عرض کردیم اخلاق خوب. اخلاق خوب، این روایت شما میخونم. سوم دوری از گناه. اگر میخوایم نماز خوب بشه، قبول بشه، باید متخلق به اخلاق بشیم. و از گناه پیامبر اکرم صلوات الله و سلام علیه فرمود کلیدی قبولی نماز، خیلی میشه کلیدی قبولی نماز خوشرفتاری است و دوری از گناه. بله، آدم خوشرفتار خدا نمازش رو قبول میکنه. چهار، رعایت آداب ظاهری و آداب باطنی نماز. بله، نماز. از این میبینی اصلا در حال نماز آداب رو رعایت نمی‌کنن. هفته گذشته با شما عرض کردم، الان شما میخواد یه جا مهمونی بری، خود به خدایی حداقل کاری میکنی، چیکار میکنی؟ نماز خوب میگوشی، سر و شانه میزنی، محاسن و شانه میزنی، عطر میزنی، چیکار. حالا این وقت بیان نماز صبح ما طلبه ها رو فیلم میگیرن. چه لباسی تنمونه؟ شما یه سری بزنید به گوگل نماز خوندن مرحوم آیت الله مرشی نجفی رو ببینید تو خونش. قشنگ سجاده بند میکنه، روا میگوشه، امامه سرش میذاره، محاسنش رو شانه میزنه، عبا میذاره، بعد شروع تحت العنق میندازه، بعد نماز میکنه. کجا؟ تو خلوتش. حالا ما اون اندازه نه، اما حداقل چیزا رو باید رعایت بکنیم، آداب ظاهری رو، و از این گذشته آداب باطنی. شما پیش یک بزرگ میری، چجوری می ایستی؟ چجوری می نشینی؟ بله؟ از نظر ذهنی سعی میکنی که ذهنت فقط متوجه این بزرگ باشه. دو تا گوش داری، دو تا دیگه قرض میگیری که تمام حرفاشو گوش بدی، نداری، میشه آداب دیگه. حالا ما در حال نماز این آداب رو باید جا کنیم. میگن اهل بیت علیهم السلام وقتی وضو میگرفتن چهرهشون زرد میشد از ترس. گفت آقا چرا؟ میخوام در مقابل عزیز مقتدر برم. عزیز مقتدر، خیلی حرف اینا، آداب رعایت کردن. پنجم که امروزی میخوام یه مقدار بحث کنیم، خشوع به حضور قلب. دعا بکنیم خدا این حضور رو به ما، حضور قلب رو بده. حضور قلب این که انسان خودش رو در محضر خدا ببینه، بله، قلبش رو بسپاره به او و متوجه بشه با کی داره گفتگو میکنه.
در کنار حضور قلب خشوع و خضوع هم داشته باشه. از کردم یک عبدی که به تمام معنا عبد است در مقابل مولا چجوری نیسته؟ بله؟ شیشتانگ حواسش به کیه؟ به مولاش باشه. قرآن میفرماد قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. بله؟ امام باقر علیه السلام میفرماد در نماز توجه به خدا داشته باش، توجه به خدا داشته باش. بعد فرمود زیرا از نماز اون مقدار قبول می شود که توجه به آن داشته باشی. علماء طلبات جمله مفهوم داده دیگه. بله؟ از اول الله اکبر تا سلام نماز اگه توجه نداشته باشیم نماز صحیح هست ولی قبول نیست. چرا؟ چون توجه نداشتیم. حضرت امیر سلام الله علیه میفرماید نماز بدون حضور، خیلی روایت قشنگه، نماز بدون حضور قلب همانند جسم بیروح است. همانند جسم حالا بعضی میبینید روح هم دارن گاهی خود این ضربان قلبشون زیاد میزنه، دیگه این تنفسشون خدمتتون عادی نیست، گاهی خود نفس میزنه، دیگه همین که غالب توی کنه. اما یه عده نه، ضربان قلبشون عادیه. حضرت میفرماد نماز بدون حضور قلب همانند جسم بیروح است. اما باز در ادامه فرمود هر کس نماز را با معرفت به حق انجام دهد آموزیده میشه. عزیزان واقعا آدم به مقدمات و مقارنات نماز توجه داشته باشه خیلی چیزا دیدش میاد. روایت اون داریم از پیغمبر گفت نماز همانند نهر آبه. بله؟ همانند نهر آبه که جلوی منزل شما باشه، شما هر وقت میخوام وارد منزل بشید خودتون رو در این نهر آب شستشو بدید بعد وارد خونه بشید. کسی که 5 بار در روز تو نهر آب خودش شستشو رو بده تو روایت داره دیگه چرکی تو بدنش، و کسی هم که 5 بار به نماز بایسته باید دیگه چرکی به نام گناه در وجودش نباشه. درست شد؟ حالا اینجا یک مطلبی مطرح می شود که خدا رحمت کنه شهید مطهری رو، میگه من رفتم نزد مرحوم آیت الله میرزا علی آقای شیرازی رضوان الله تعالی علیه. شهید مطهری میگه من کسی رو تو نهج البلاغه مثل ایشون ندیدم. گویا امیرالمؤمنین جلو ایستاده داره این نهج البلاغه رو برات یه وقتی با مرحوم میرزا آقای شیرازی صحبت در صحبت میگه از من سال آب تو حضور قلب چجوری؟ و من وقتی نماز که میخونم به معانی کلمات نماز اون میرزا آقا گفت با این توجه به معنای الفاظ قلبت کو حضور قلب اینی که این قدم اوله که انسان این نماز رو میخونه توجه به معانی جملات. حضور قلب بالاتر از این معناست. حالا خوش به حال شیخ مطهری این به اینجا رسیده بود که حداقل وقتی میگه بسم الله الرحمن الرحیم معنای بسم الله تو قلب و ذهنش میومد. بنده و امثال بنده حتی این معانی جملات نماز هم به ذهن ما نمیاد.
حالا چه کار کنیم حضور قلب پیدا کند؟ اولین نکته این است، ما از محضر بزرگان یاد گرفتیم محضرتون و الا خودم قابل نیستم. اولین چیزی اینه که باور داشته باشیم تحصیل حضور قلب ممکنه، امر محال نیست. آدم به این باور برسه. دقت کردید؟ چون اگر ممکن نمی بود اهل بیت ما را امر به تحصیل حضور قلب نمی کردن. این همه سفارش نمی کردن مقدار قبولی نماز به مقدار حضور قلب. پس معلومه که حضور قلب امر ممکنیه، بلا امر محال که این همه سفارش نمیشد. الان ما بعضی موقع یک صحبت میشه میگه بابا حضور قلب فقط برای معصومین علیهم السلام بوده. دقت کردید؟ یا برای اوحدی از اولیاء خدا. ماها کجا؟ نه، باور داشته باشیم. عزیزان، حالا اگه وقتی انشاءالله ایران مشرف شدید بعد از زیارت قبل امام رضا و حضرت معصومه، به نظر من میارزه که آدم یک سفری بره کرمان، گلزار شهدای کرمان، سر قبر شهید سلیمانی. بله، اما سلیمانی عاشق صاحب یک قبری است، فرمود من هر کجا شهید بشم جنازه من رو بیارید کنار قبر شهید محمد حسین پسر غلام حسین دفن کنید. بعد رفت نگاه کرده این طرف قبر شهید، این قبر یک زمین کوچیکی باقی مونده. بعد بهش گفت حاج قاسم این بدن تو اینجا جا نمیشه. و شما چه کار دارید؟ من سفارش کردم که قبرم کنار قبر محمد حسین پسر غلام حسین باشه. شما میدونید از شهید سلیمانی دیگه چیزی نمونده بود. یه مقداری از دستش مونده بود، یه مقداری از پاش مونده بود، بقیه بدنش کلا سوخته بود. و حال گویا شهید میدید نه همین مقدار زمین کافی برای قبرش هست. بعد بهش گفتن چرا شما عاشق محمد حسین پسره؟ این محمد حسین بیسیمچی حاج قاسم بود تو جنگ 8 سال دفاع مقدس. این بچه 21 سال یا 22 سال بیشتر سن نداشت. بیسیمچی حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم اون موقع فرمانده لشکر سارالله کرمان بوده تو جبهه. گفت خب مگه تو چه دیدی از این شهید که میگی قبرم کنار؟ گفت ایشون یک عارف بالله. دقت کردین؟ گویی بچه تو همین چیزهایی را میدید و پیشگویی میکرد، همه میموندن که از کجا؟ بهش میگفتیم محمد حسین این از کجا داری میگی؟ شما چی کار دارید؟ شما چی کار دارید؟ همین که بندگی بکن، به تو چشمی میدم چیزهایی رو ببینی دیگران نمیبینن، گوشی میدم بهت چیزهایی رو بشنوی که دیگران نمیشنون، قلبی میدم چیزهایی رو درک کنی که دیگران درک. گویه وقتی 2-3 تا از نیروهای مهم لشکر ما مفقود شده بودن، میگه ما همه موندیم که اینا اسیر شدن، شهید شدن. چیه؟ و همه ناراحت بودیم. یک مثلا محمد حسین گفت ناراحت نبود، میاد فردا فلان ساعت میاد. چی داره یه بچه؟ گفت
همون ساعتی که ایشون پیش بینی کرد فردا دیدی این دو تا نیروی که مفقود شدن دارن میگه محمد حسین تو این از کجا؟ شما چه کار دارید؟ بله؟ چی شدی بچه 21 22 ساله به اینجا رسید؟ بله؟ زمان شهادت خودشون رو پیش بینی میکنن و کسی مثل سردار سلیمانی عاشق این میشه میگه هر نقطه که من شهید بشم مرا ببرید کنار قبر محمد حسین پسر غلام. بعد که همیشه حرف این بود من محمد حسین پسر غلام حسین اینو میگم، من محمد حسین پسر غلام حسین اینو میگم و میشد این چشم و گوش باز شده و میشه والذین جاهدوا فینا لنهدینهم. پس اولین شرطش اینه عزیزان، باور داشته باشیم که به دست آوردن حضور قلب امر ممکنه و دیگرانی که به دست آوردن مادر ذات حضور قلب نداشتن رفتن دنبال اینها به اینها رو به دست آوردن. پس من و امثال من نداریم. چرا؟ چون دنبالش نمیریم یا اصلا باورش نداریم. یا فوش میگه خب نداشته باشیم چی میشه؟ حضور قلب داشته باشیم چی؟ خب اگه اینها پیش بیاد عقب افتادیم. نه، حداقل قصه بخوریم. بله؟ قصه بخوریم گهگاهی تو خلوت ما خدایا چرا دیگران حضور قلب داشتن الانم دارن. ما همه شما عزیزانی که قم بودید حداقل یه چند بار پشت سر آقای بهجت نماز خوندید دیگه. خدا رحمتش کنه. از اهدنا الصراط المستقیم به بعد دیگه گریهش بلند میشد. وقتی سوره قل هو الله رو میخون توحید رو گویا این مرد داره پرواز میکنه. بله؟ این که در زمان ما بودن دیگه. آیت الله مصباحی از این مقید بود اکثر نمازاش میومد پشت سر ایشون میخوند. علامه حسن زاده آمونی میومد پشت سر ایشون میخوند. ما هم میرفتیم ولی بود نمیشد. گرگاه شد خنده ما میگرده یعنی جیغ میکشه سر نماز داد میزده. او یه سوز و گدازی تو نماز داشت بهش میرسید ماها اصلا خبر. یه شرط دوم باز علم و باور داشته باشد که در نماز با کی صحبت میکنه. عزیزان تمرین کنیم مثلا باور داشته باشد که در نماز با کی صحبت میکنه. روایت خوندیم یه وقتی میخواد با خدا صحبت کنی شما نماز بخونید، خدا میخواد با شما حرف بزنه قرآن بخونید. نماز گفتگوی با کیه؟ خداست. خب ببینیم با کی داریم گفتگو میکنیم. با خدایی که سمیعه. من دارم با کی حرف میزنم؟ با خدایی که نه سمیع مبالغه صفت مشبه بسیار میشنوه دقیق حرفاتو، یعنی حتی یک حرف از گفتگوی تو را نیست که نشنوه، حتی یه حرف تو رو میشنوه. این ارزش نداره. حالا شما میخواد پویش یک مسئول رتبه سوم و چهارم برید به وقت نمیده، به وقتم بده. شما داری صحبت میکنی از مشغول کار خودشه گوش به حرف تو نمیده. اما این خدا میگه من تمام حرفاتو میشنوم. سمیع است، دو علیم است، حاضره، ناظره، قدیره. انسان تو نماز به این باور برسد که داره با چه کسی گفتگو میکنه.
پس عامل دوم برای تحصیل، اولا تحصیل قلب امر ممکنه، ثانیا باور داشته باشه که داره با خدا حرف میزنه. سوم توجه به اسرار نماز، از تکبیرة الاحرام تا تسلیم. هر کدام چی داره؟ سری داره. الله اکبر و یه ظاهری دارد، خدا بزرگتر از هر چیزه، اما باطن و پنهان و سر این که چرا من اول باید بگم الله، ببین همین دست رو میگه مستحب که انسان تا موازی صورت و این خدمتتون از کنم که نرمی گوش ببره، میگه هر چی غیر خدا رو میخوام بریزم دور، فقط با کی میخوام عشق ورزی کنم؟ ببین اسرار الصلاتی که آیون نوشته مرحوم امام، اسرار الصلات نوشته، میرزا جواد آقای ملکی تبریزی نوشته، دیگران هم نوشته، پی بردن به اسرار نماز. چون هر که انسان به اسرار پی ببرد، خدمتتون از کنم که لذتش در نماز بیشتر میشه. خدایا به مولود امروز که نه تنها نماز خواند که نماز رو برپا داشت، اشهد انک قد اقمت الصلاة، قسمت می‌دهیم حال نماز و حضور قلب در نماز به همه من مرحمت بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله. صلوات مرحمت بفرمایید. من دیشب یه جا صحبت